کارت گرافیک جدید شرکت ایسوس بیشتر از این که به درد بازی کردن بخوره، به درد کلکسیونرهای کارت گرافیک میخوره که مثل یه اثر هنری بذارنش یه گوشه و فقط نگاش کنن، چون قیمت این کارت گرافیک در حدود $4000. استفاده از سیستم خنک کننده قدرتمند با فن ستایی تا بتونن حرارت ناشی از توان مصرف بالای اون رو دفع کنن، استفاده از رابط اختصاصی مادربردهای ایسوس به اسم BTF یا Back to the Future در کنار کانکتور برگ استاندارد که اجازه میده توان مصرفی این کارت گرافیک به 800 وات برسه، ظاهر متمایز کارت گرافیک و استفاده از نورپردازی ARGB آورا از جمله ویژگی هایی که ایسوس برای توجیه این قیمت بالا عنوان کرده. اما به نظر میرسه دلیل قیمت خیلی بالای این کارت گرافیک فقط مربوط به طراحی و ویژگی های اون نیست، چون ایسوس اعلام کرده که فقط 1000 واحد از این مدل تولید میکنه. میشه گفت این کمیاب بودن اصلی ترین دلیل قیمت نجومی این کارت گرافیکه. شما حاضر بودید $4000 برای یک کارت گرافیک هزینه کنید؟ لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.